اکانت دومون 930 تا سکه دارم، میخوام که مسی رو اینا رو بزنم. بریم ببینیم چی میدی، خدا کنه یالا یکی از ازداشتون رو بده حرومش. بریم اول سوارز حالا یا چک میکنیم کلی، دوسترش هم چک میکنیم، خودش هم چک میکنیم و میایم بیرون. نیمار هم همینطور کلا چکش میکنیم، اینا هم چک میکنیم، خودش هم همینطور. میریم واسه آقا مسی، خود مسی، اینا رو هم چک میکنیم به این ترتیب. اینا هم همینطور، اینا هم همینطور. میایم بیرون سرزد، بعد میریم داخلش. ای خدا چیکار کردم، خواستم 900 تایی بزنم دستم خورد رو 100 تایی. چی شد؟ بکنم 100 تایی رو داد، ندادش، منم نداد. بله خواستم 900 تایی بزنم آخه ای خدا. بریم اشکال نداره، این 100 تایی ها رو میزنیم ببینیم چی میشه. 100 تایی دومو بازم هیچی نداد. 100 تایی دوم نمیدیم، یه بار باز میکنیم ببینیم چی داره. اینا بچه ها رو هستن، بعد میدیم 100 تایی رو استارت میکنیم و انم نمیده، این بارم انم نده. خب بیایم بیرون، باز اومدیم بیرون با 3 تا کنسل، 1 2 3 چهارمی رو میزنیم. هرجا پشپشی اومد بیرون، اما فکر نکنم چیزی بده. درن 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 درن. دوازدان میزا میزی. این بارم هیچ، با 2 تا کنسل میزنیم. بده خاک تو سرت برو. اینم نداد، اینم نداد. حالا این بار میریم یه رکب میشونیم. آقا بکر یه ریست میکنیم، بکر کردیم سرزب 2 تا سومی رو میزنیم ببینیم. بازم نه، خدا نلتش کنم بده دیگه. سکامون فکر کنم 2 دسته بار دیگه بیشتر بیا بزنیم ببینیم چی میشه. نه درست هم نداد. این بار از باکس بیایم بیرون. کلا 3 تا داریم، بریم باکس کنیم، تک بدیم، بریم داخل سرزر بزنیم. یا اول بعد تو در میاره این بازی کن، میره داخل، کیو میده؟ لوئیس سوارز. کم داد سوارز داد. لوئیس سوارز مرسی. پس سوارز رو بهمون داد، ناموزمون نکرد. بله